بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 53 بخش دوم در تاریخ 23 شهریور 1403. خب در یک مقدمه چند دقیقه‌ای من میخوام وارد فصل آخر، فصل 40 بشم، نهاد رهبری. خب یک مقدمه ای رو عرض کردم، در آخر بخش اول عرض کردم، حالا ادامهش رو میگم و بعد وارد خود اصل میشیم. به اینجا سخن رسید که اختیارات ملکه انگلیس رو اگر بخوایم با اختیارات رهبری در واقع یا ولایت فقیه مطلقه در قانون اساسی خودمون و یا رهبری فعلی حالا یا هر دو تا با هم مقایسه کنیم، شاید کمتر نباشد کمتر حتما نیست. بین مقایسه کردن دارم میگم. ولی هیچ کس این در جامعه ما، حالا نمیخوام بگم همه، بلکه اکثریت زیادی در حال از کلمه ولایت فقیه مطلقه خوششون نمیاد، دوست ندارند و این رو نوعی دیکتاتوری میدونن، نوعی فردگرایی میدونن و به هر حال نکاتی که ما مترتب بود بر نظام شاهنشاهی های گذشته و نظام های منحط شاهنشاهی گذشته و امثالهم و آنچه که از سر آخرین پادشاهی کشور بر سر ما آمد، ذهنیت ها بد بوده است. اینو خودمون همه میدونیم. من چیزی که به نظرم آمد، حالا عرض کردم که وقتی به نظامات سیاسی دنیا نگاه میکنیم، من حالا تا انگلیس گفتم، آمریکاش هم بگم. الان مثلا فرماندهی کل قوای آمریکا کیست؟ رئیس جمهور. دادستان کل کشور رو کی میذاره تو آمریکا؟ بله، ما الان ایراد میگیریم که ولی فقیه قوه قضاییه هم منصوب میکنن و فلان میکنن. حالا هست دیگه، نکات من بگم کم. حالا اینو نقل میکنم دیگه، حالا خودم نظر چی هم بعداً در مفاد خودم گفتم. الان دادستان کل کشور آمریکا رو کی تعیین میکنه؟ رئیس جمهور. اون تفکیک قوای، حالا که حالا ما از غرب هم گرفتیم به تعبیری، ما تفکیک قوا رو از خودمون نگرفتیم. حالا من اسمشو مترسم اشتباه کنم، حالا در این کلیپ حالا حدس میزنم که، ولی یادم رفته بگم بهتره. هر حال این تفکیک قوا رو از خودمون، از اسلام و از دین و اینا که نگرفتیم. اینا رو الگوهایی بودی که از قانون اساسی گذشت در واقع اقتباس کرده به ما رسیده است. من کشور رو 4 قوا ندیدم، 4 رکن دیدم. ببینید، ما مدعی تمدن سازی هستیم، حرف جدیدی در دنیا میخوایم بزنیم، ادعای بدی هم نمی کنیم. سخته، تدوین و تدوینگریش سخته، شروع یک تمدن سخته، کار زیاد باید بشه. اول انقلاب خب اومدن بحثی در اسلام مطرح بود، بین فقها مطرح بود، الانش هم مطرح، الان هم مطرح. بعضیا به ورود فقاهت و روحانیت، به تعبیری که حالا سمبل حالا دینی تلقی میشد، به بیانی، حالا نمیخوام باز خیلی غلیظ بگم، به سیاست، به حکومت داری مخالفند. حالا به چه نحو ایدئولوژی، مکتب، اسلام، شیعه بیاد در متن و بطن نظام سیاسی بنشیند و تمدن ایران اسلامی را اگر داشته ایم زنده کند، اگر نداشته ایم ناقص بوده احیا کند، برپا کند و انشالله برساند این نظام رو به دست صاحب اصلیش، که حالا دیروز خیلی اتفاقی، دیروز و امروز دومین روز در واقع حکومت حضرت مهدی است، امامتشون. ببینید، ما
بسیار باید فراست به خرج بدهیم که در واقع مبانی احکام اولیه و یا حتی اعتقادات خودمون رو در زمینه زعامت جامعه اسلامی رو بتوانیم به تعبیری فرموله کنیم، آنکادرش کنیم، منظمش کنیم، با قواعد سیاسی روز دنیا تطبیق بدیم و مشترکاتی هم از اونا بعضا داشته باشیم، اشکالی نداره، و حرف نو و جدیدی بزنیم. من معتقدم این حرف نو و جدید که بحث ولایت فقیه بود در اول انقلاب به خوبی شکل نگرفت. و به تعبیر من و فکر من این است که ما باید ولایت فقیه مطلقه یا نسبی یا هر نوعی رو که بهش اعتقاد داشته باشیم که امام رحمت الله علیه در قبل از انقلاب در کتاب ولایت فقیه خودشون گفته بودند. خب این رو چگونه باید وارد ترم سیاسی روز میکردیم؟ با یک جمله‌ای در حالا بیارم شاید بخونم الان در اینکه مثلا ولی فقیه حالا چه و اینا، حالا بذارید عیناً بیارم بخونم. ببینید من اعتقاد دارم که اول انقلاب روی زمینه با بیشتر کار میشد. من خودم حالا گاهی اوقات اصطلاح به کار میبرم، نمیخوام بگم کوتاهی کردن، حالا عجله داشتن، هر چی بود، یا من معتقدم بعضا عقلشون نرسید، سوادشون نداشتند، تجربه نداشتند. آخه از کجا باید میآموختن؟ بزرگوارانی مثل شهید بهشتی چی دیده بودن در دنیا؟ خب تو آلمانیشون دیده بود، خارج دیده بود، ترموی سیاسی رو میشناخت. آقای منتظری کجا دیده بود؟ آیت الله مرحوم منتظری. من دارم سردمداران دارم میگم، بزرگان میگم، حالا اون سیاسیون هم همینطور. اونا کجا دیده بودن؟ دست آموخته های یا ترمهای سیاسی غرب بودن که حالا همین است که الان عرض کردم. هر چی بگید هست، کمونیست رهبردار هست، کمونیست بدون رهبری هم هست، سوسیالیستی پادشاهی داریم، سوسیالیستی جمهوری هم داریم، همه چی اصلا شکلش مدلش معلوم، محتوای داخلش مهمه. ببینید من در اصل 57 رو صریح میخونم، این قانون اساسی خودمون، اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی. من اصلا عرض کردم که قوا رو کلا گوشم کنار، مثلا قوت قدرت و اینا رو، این مفاهیم رو کمی وانهادم، پرهیز کردم از اینجور تعابیر. معتقدم نظام تکالیف داره و حالا هر کسی عرض کردم مثل به مثابه اون 4 ستون اصلی یک ساختمان، یکی بارش، مهندس رو میفهمن چی میگم، بارش بیشتره، لازمه 2 تا تقویتی هم کنارش بزنم مثلا. ببینید قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوه معلنه، مجریه و قضاییه. عرض کردم این تفکیک قوا رو از جای دیگه گرفتیم که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگر. خب همین کلمه مستقل معنا داره. رابطه این قوای مستقل با ولایت مطلقه چیست، چگونه است؟ اینجا که نگفته. اگر مربوط به اصل سرده رهبری، من حاضرم اونا رو بخونم تا ببینید منظورم چیه. اونجا وقتی رهبری میخواد یه کاری بکنه، حتی بعضن گفته شده که پس از مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام با یه قیود و شروطی گفته شده. یعنی اینجا مطلقه به یک معنایی است که باز در جای دیگه کمی محدود است.
من گاهی اوقات وقتی این دوتا اصل 57 و 110 قانون اساسی رو با هم مقایسه میکنم احساس میکنم اینا دوتا هستند. ما با از دو نفر داریم حرف میزنیم ولی در یک نفر متجلی است و این اصلا اولین غلط املایی این موضوع. اصلا من میگم اگر قرار مطلقه باشد و همین حرف اینجا گفته امر ولایت مطلقه باشد 3 تا قوا باشه و اسلام حاکم بر همینا باشه شاید خب این دیگه حالا بریم همینو بگیم دیگه. رهبری چه معنایی است؟ ولایت امر یک جا بگیم ولایت امر و امامت، حالا امامت هم باز امامت امت هم گفته شده، باز نگفته تو امامت ملت. امت هم میدونیم یعنی چه، امت اسلامی کل دنیا. تو باز میدونیم باز همینجا باز به زمینه تعارض داره. اینجا داریم از یک کشور حرف میزنیم، باز در ادامه همچنان امامت امر و مطلقه زیر نظر ولایت امر مطلقه امر و امامت امت. من امت باز خودمون میدونیم دیگه، به هر حال امت از ملت عام‌تره و به جهان اسلام برمیگرده، به امت اسلام. امامت در واقع امت اسلامی منظور اون هم است. چرا این دوتا رو با هم دیگه گفتن؟ باز اینم به زمان از اشکالات بوده است. خب این دو قوا مستقلن ولی رابطه این قوا رو باز در واقع اون ولایت مطلقه امر به نظر من باز در همین قانون اساسی به وضوح و کامل گفته نشده و در بند رهبری لازم باشه من بند اونم میخونم. ببینید بنابراین من فکرم این رسید که ما بایستی همون اول انقلاب در حضور خود امام که اتفاقا افتاده و آنچه هم که خود امام رفتار کرد، من معتقدم این اصل 57 حتی در زمان خودش هم تحقق پیدا نکرد. ما امام رو عرض کردم از در واقع رهبری یک حالا نظام که حالا در اصل 110 شد گفته شده بالاتر میبینیم و میدانیم. ایشون بنیانگذار یک نظام بودن. تومار 1300-400 سال عقب موندگی ها رو بعد از صدر اسلام رو ایشون تومارش رو پیچید، شاید تومار هزاران سال پادشاهی رو پیچید. اصلا حالا دیگه نمیخوام اونا رو بگم، توصیف امام چیزی نیست که من حالا بخوام بگم که کار منه. من منظورم این است که ما بایستی، حالا من معتقدم اصل 57 اصلا ناهمگون میبینن با اصل 110، اینا رو دوتا میبینم. بنابراین من کاری که خودم پیشنهاد کردم که تلفیقی از این است و معتقدم نظام جمهوری اسلامی، یعنی اون چیزی که الان من دارم عرض میکنم، که هم یک ترم سیاسی به نام رهبری دارد که مورد قبول نظامات سیاسی دنیا هم هست، خیلی هم میپذیرن، و نهاد رهبری خود رهبر، حالا من توصیفاتشو خواهم گفت. خواستم بگویم که با این پیشفرض و این در واقع الگوی فکری من وارد اصل فصل 4 رهبری میشم به نام نهاد رهبری. من باز در همینجا بگویم الان قبل از اینکه حتی بخوام در واقع وظایف رهبری رو برشمارم، من به تعبیر خود من الان این رهبری که الان من گفتم از هر آنچه که الان در قانون اساسی فعلی است که به هم به ولایت فقیه مطلقه برمیگرده و هم نهاد یا خود رهبری در اساس 110، من معتقدم این کامل تره. یعنی کسی فکر نکنه من بخوام رهبری رو تضعیف کرده باشم، اصلا همچین اعتقادی ندارم. اگه قرارش از ریاست جمهوری بگذرم از رهبری نمیگذرم. این کشور، این مدل و این نظام، این تمدن، ما احتیاج به رهبری داریم. من سعی کردم رهبری رو فرای خیلی چیزا ببینم. شاید در طول این کلیپ ها بسیار آقایان داریم من گفتم حتی روحانیت رو من معتقدم کمی در حقش اشراف کردیم، وارد سیاست کردیم. الان مردم گاهی اوقات میمونن دیگه چیکار بکنن. الان ما هنوز در کشور در واقع آیت العظما داریم که مرجع دینی مردم فقط مسائل دیگه، من دیگه دینون فقط ببخشید احکام داخل رساله کی نیست که. اینا دارم میگم ببینید ما تو کشور ایران هستیم. من اگه بخوام در واقع برای یک سرزمین دیگری قانون اساسی بنویسم حتما متفاوت از این خواهد شد، ولی آنچه که برای کشور خودم و مملکت خودم صلاح میدانم این است که ما یک رهبری در واقع مقتدر و به تعبیر من دارای وظایف
و نظارت مناسب شورای خبرگان رهبری، اون هم جزو اینها. من به تو بگم یعنی خبرگان رهبری هم به نحوی در نظام رهبری من هست، نقش داره. بنابراین من با طیب خاطر دارم عرض میکنم که آنچه رو که اینجا در واقع دیدم فکر میکنم از آنچه که در اون اساسی فعلی است متکاملتر، دارای تکامل بیشتر، منطق بیشتر، همخوانی با نظامات سیاسی دنیا بیشتر و پاسخگوتر. و من فکر میکنم که تونستم در واقع راه بینه رو در این مسیر درست کنم، بیان کنم. خب چقدر فرصت داریم؟ من داریم میخوام این اصلا من چقدر فرصت دارم بگم؟ 15 دقیقه. خب یک رو خوبه. خب من باز بنابر الگوی خودم در اول هر فصل در این نهادی که میخوام صحبت بکنم اصلی خواهم داشت که در واقع تمام فکر و ذکر من، الگوی من در واقع متجلی در این بندها و در این اصول اصل خواهد بود. خب حالا میخونمش، آسیتر میخونم و حالا بیشتر در واقع دقت کنید و چون مهمترین در واقع بخش قانون اساسی منه. اصل 58: پاسداری از روند تکاملی تمدن‌سازی کشور مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌ها، هدایت و ارشاد عموم بر خداجویی و نهادینه شدن صفات الهی در فرهنگ و زندگی مردم. اینا کار ریاست جمهوری نیست، کار هیچ کدوم از نظامات فعلی دنیا هم نیست. ما اصلا ما میخوایم جمهوری اسلامی داشته باشیم، اینو بگم. پس ابتدا شروع کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. پاسداری از روند تکاملی تمدن سازی کشور مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌ها. دست بردار نیستیم. کسی فکر نکنه ما انقلاب کردیم. برای چه؟ ما برای این کار انقلاب کردیم. بسم الله. مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌ها، هدایت و ارشاد عموم بر خداجویی و نهادینه شدن صفات الهی در فرهنگ و زندگی مردم، تقویت باورهای دینی با امید به آینده و سازندگی کشور. آقای اندربیان بیشین چیزی داره، اینا رو گوش کنید به زمان. هر جاشم گیر و گور داری بگو تا من بگم. تقویت باورهای دینی و امید به آینده و سازندگی کشور، نظارت و پاسخگویی تحقق مردم سالاری و تقویت نقش مردم در اداره امور کشور و کاهش دولت سالاری. اینا کار رهبره. مسئولیت وحدت بخشی اقشار کشور، الگوسازی راستی، صداقت و پاکدستی و فساد ستیزی در جامعه، نظارت بر بومی سازی و تکیه بر توان داخل و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، نظارت و پاسخگویی بر جریان سازی عدالت در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، جوانگرایی و جذب نخبگان در حاکمیت، نظارت بر استقلال سیاسی و عزت کشور مبتنی بر حکمت و مصلحت، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام حکومت نظامی به طور بخشی و یا سراسری، اعلام فرمان دفاع از سرزمین و یا پذیرفتن صلح، تنفیذ حکم ریاست جمهوری، انتخاب رئیس قوه قضاییه و سایر نمایندگان رهبری برای نهادهای مندرج در این مجموعه قوانین اساسی، حمایت از محرومان جامعه و نظارت بر فقر زدایی. پناه مردم اینجاست. راهبری امور مساجد و بقاء متبرکه داخلی و تعیین امامان جمعه در شهرها، هدایت و راهبری روابط فرهنگی و تبلیغی با جهان به ویژه مسلمانان، هدایت و راهبری روابط فرهنگی و تبلیغی با جهان به ویژه مسلمانان، نظارت بر امور حج و اماکن زیارتی خارج از کشور، تلاش در جهت تقریب مذاهب و ایجاد روابط با مراکز علمی و فرهنگی و فکری اسلامی،
ایجاد هماهنگی بین 3 رکن دیگر از جمله وظایف رهبری در کشور می باشد. آقای اندرمیان، سمبل بسیار از چیزها رهبری باید باشه. من دیگه حالا فکر نمی کنم از این. ببینید در قانون اساسی، من حالا اینو من میگم، هر کس اینو میشنوه بره هر آنچه من در مورد رهبری در اصل 58 گفتم بره با قانون اساسی فعلی مقایسه کن. اگر من فراتر و فرادستر نگفته باشم حاضرم همه رو پس بگیرم. مسئولیت ببینید بسیاری از کارها با ایشونه. ایشون امسال تاکید کرد بر اقتصاد بر پای مردم. خب من دستشون در نبود، درستم گفت. ولی آخر سال چی؟ این نهاد رهبری که خود ایشون به هر حال رهبره، این نهاد رهبری نباید آخر سال از دولت سوال کنه آقا کجا رسیدی؟ شاخصات او. مجلس منبعث از مردم به تبعیت از این نقش رهبری نباید سوال کنه آقا برنامه منو به کجا بردی؟ برنامه 5 ساله 7 من سیاست‌های رهبری رو کجا بردی؟ من انتظارم از رهبری بیش از اینها بوده است. یعنی حتی هر چه که الان هست من کم دیدم. به اعتقاد خودم این در کمال اینجا دیدم. مسئولیت ببین مسئولیت وحدت بخشی اقشار بر عهده رهبری. الان شعار آقای دکتر پزشکیان در ریاست جمهوری شده است. مثلا معتقدم مسئولیتش با ایشون است. سمبل وحدت بخشی در جامعه رهبری است. بله از جنبه اجرایی ریاست جمهوری باید در اجرا و عمل این وحدت بخشی رو داشته باشه، این قبول دارم. الگوسازی راستی، صداقت، پاکدستی، فساد ستیزی، اصلا اگر در کشور ایشون یا نهاد ایشون در واقع، من افتخار میکنم حالا به هر حال که رهبری داریم که من معتقدم به هر حال در این زمین ها الگوست. حالا از کیاست و سیاست به کنار که حالا دنیا معترف است بماند. البته گله‌مند هم هستم، حالا اینا رو شاید در جای خودش عرض کنم. اینا که میگم من وقتی توقعم رو بردم بالا پس بنابراین گله‌مندیم هم زیاده. اینو دارم میگم. از رهبری گله‌مندم. انتظار دارم خیلی از مواقع حالا به همون دلیل قانون اساسی فعلی ایشون باید ورود پیدا میکرد و به هر حال مثل تیغ جراحی یه بخشی از کشور رو درست میکرد. البته من میدانم ایشون حالا به هر حال یک سیاستی دارن، الگویی دارن برای خودشون و یا که حالا شاید برای خودشون قابل دفاع باشه، ولی انتظارات بیشتر از این است. من بسیاری از نکات گفتم اینجا که حالا ببینید حمایت از محرومان جامعه و نظارت بر فرزندایی. خب این شاخصش در دنیا کشور پیداست. الان من همین امروز صبح خوندم، همین امروز بعد از ظهر با آقای اندرمیان تو شلوغی این کارم امروز خوندم. حالا یک نامه بود خوندم از یک کسی نوشته که در واقع قیمت ها رو مقایسه کرد و در منطقه عربستان 50 برابر کجا، 20 برابر کجا، 30 برابر، ما 1200 برابر شده است در دوران از حالا همین 30 سال گذشته. 1200 برابر شد. جامعه فقیر ما فقیرتر شده. این ضریب جینی در واقع طوری شده که ما بین بسیار بسیار ثروتمندان و بسیار بسیار فقیران آقای اندریم خیلی فاصله افتاده. من جلسه پیشم یه دفعه به شما مثال زدم، گفتم برای بعضی‌ها 100 میلیون در ماه الان خرج کردن، برای بعضی از خانواده‌های معمولی تا این مشهد که خودم دارم میبینم عادی است. اصلا من نمیدونم از کجا آوردن. حالا بماند اشکالاتش هست، من نمیخوام وارد بشم. ببینید حمایت از جامعه و به هر حال ما با مثلا کمیته امداد زیر نظر ایشونه دیگه، شاید این بنده مرتبط با اینم باشه.
این که ایشون باید از فقر زدایی در واقع فقر زدایی نظارت کنه و حمایت کنه، متناسب با اینم طبیعی نهادهایی مثلا کمیته امداد توجیه داره. اینو از کار ایشون دونستم. خب ببینید ما الان با دنیا میخوایم ارتباط برقرار کنیم، نه فقط از منظر سیاسی. کار من سیاست خارجه رو قبلا گفتم و رهبری هم همین نحو عمل میکنه فکر میکنه. خب ولی به طور کلی ارتباط با بحث تقریب مذاهب، ارتباط با در واقع اهل تسنن در دنیای اسلام، مراکز علمی فکری، خب اینا رو کی باید انجام بده؟ الان حوزه علمی به نحوی انجام میدن، زیر نظر خودم رهبری است، منم تایید کردم و حتی قبول دارم که باید بودجه داشته باشه. اینا همه ببینید خیلی از نکاتی که الان ایراد میگیرن که حالا افراد سیاسی مریض در کشور زیاد داریم متاسفانه. در همین صحبت ها چند بار گفتم که ما از هنوز به قول خودمون عوره نشده مویز شدیم. یه تعبیر اصطلاحی هست، هنوز کار سیاسی یاد نگرفته بودیم، بالغ شدیم تو جامعه سیاسی ما و بازی خوردیم از سیاست، بازی ها و فساد های سیاسی، حالا حتی احزاب، جنبه احزاب و یا غیره. خب اصل 58 رو من خوندم. چقدر فرصت داریم آینده؟ 14. خب بند 1 من یک اصل دیگر هم بخونم که حالا فکر می‌کنم بعد این دو تا بند دیگر هم بخونم. بنابراین ادعایم این است، حالا این در انتها جمع‌بندی کنم. آنچه که من در مورد رهبری گفتم از هر آنچه که در قانون اساسی فعلی در مورد هم ولایت‌فقیه مطلقه و یا رهبری گفته شده قوی‌تر، مستحکم‌تر و پاسخگوتره و انتظارات بیشتره. خب بند 1 رهبر توسط مجلس خبرگان برابر مفاد این مجموع قوانین اساسی انتخاب می شود، ولی در هر شرایطی سن رهبر نمی تواند بیشتر از 80 سال باشد. رهبر باید دارای تقوای شخصی، حداقل مرتبه علمی دکترای دینی، تاکید کردم اینجا دانشگاهی رو خودم دیلیت کردم دیگه نیست، یعنی من رهبر رو از پرورش یافته مکتب دینی، حوزه‌های علمی قبول دارم. اینو گفتم. حداقل مرتبه علمی دکترای دینی، البته خودم خیلی سید بودم دوست دارم ها، اینجا نگفتم ولی اگر می‌خواستم بگم گفتم سید اولاد پیغمبرم باشه، من خیلی به سید ارادت دارم. خب حداقل مرتبه علمی دکترای دینی، توانایی اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، شجاعت و قدرت کافی در مدیریت باشد. ساختار نهاد رهبری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. پس خیلی واضح گفتم من خب حالا اولا سن بر رهبر قائل شدم، این یک مدل هست از کار و حالا فکر کنم در ادامه مدت هم بهش داده باشم، حالا باید ببینم. دوم این که حتما از دارای مرتبه علمی در فارغ التحصیل دکترای علمی حوزه علمی گفتم که حالا این معنایش الزاماً روحانیت نیست. حالا این چیزی که من اینجا گفتم، یعنی اگر کسی دکترای علمی دینی از توی حوزه علمی گرفته باشه، توان اجتهاد داشته باشه، سیاسی و اجتماعی، شجاعت و قدرت رهبری، میتواند در واقع رهبرم بشود. من خیلی به قول خودمون ندوختم و سنجاق نکردم که الا حتما باید روحانی باشد، اینو واضح بگم. ولی این چی که من گفتم به هر حال اگر روحانیت بالغ است و بلوغ است و این سمبل این نکات است، بدیهی است که روحانی خواهد شد که تا الان هم بوده است. خب بند 2. خب البته اینم بگویم که من در اون مجلس خبرگان رهبری به این نکته توجه داشتم که من خودم حالا الان دارم میگم اینجا تصحیح نکردم به دلیل حالا خاصی، ولی در مجلس خبرگان رهبری من ترکیب رو 70 تا ایاتون باشه آینده از 100 نفر روحانی دیدم. اگر از اون ترکیب
هم 70 تا 30 تا 70 تا معمم روحانی و 30 تا غیر روحانی. اگر از اون در واقع غیر روحانی در بیاد دیگه کسی به من ایراد نباید بگیره. دیگه اینو برگرده به خود روحانیت که چرا رأی نیاورد. البته اتفاق نمیفته تو کشورمون. حالا من دارم میگم، من الگو دادم که حالا بهش معتقدم این درسته. پس من قید روحانیت نداشتم، ولی عملا در اون ترکیب مجلس خبرگان رهبری به گونه‌ای چیدمان کردم که اتفاق، حالا به تعبیر خود من، به 100% اتفاق میفته. خب بند 2، اگر مجلس خبرگان بنابر بند 14 اصل 53 یک شورای رهبری موقت برای مدت 3 سال تعیین کرده باشد که اون قبلا گفتم، رهبری موظف است که این شورا را با امور و وظایف رهبری آشنا و یا حتی برخی مسئولیت‌های خود را به اعضای شورا محول نماید، به طوری که مجلس خبرگان در زمان مقرر ارزیابی بهتری از این افراد برای انتخاب رهبر آینده داشته باشد. بعد از گذشت 3 سال مجلس خبرگان رهبری میتواند این شورا را که علم نکن اعلام کرده و یا برای یک دوره 3 سال دیگر همان ترکیب و یا با افراد جدیدی شورای رهبری را انتخاب نماید. خب اینم پس ادامه گفتم که قبلا هم گفته بودم که مجلس خبرگان رهبری، حالا اونجا گفتم بهتر از فکر کنم، حالا تعبیرش چی بود، گفتم که یک شورای رهبری 3 نفره انتخاب کنه که و معنایش این باشد که رهبر از بین 3 نفر خواهد بود، اینا رو به رهبر فرد معرفی کنه، ایشون برخی کارها رو با اینها مشورت کنه، محول کنه، به تعبیر این مثل یک گروه مشاوره باشون عمل کنه، ایشون خودش رهبر باشه و کارهای رو بینا بده، بعضا تحقیق تفاوض‌های رو بینا بسپره، اینا رو با مسائل کشور آشنا کنه. یه طوری اون نباشه الان خدای نکرده اگر رهبر همین الان کشور بخواد انتخاب کنن همان دلهره‌ای داشته باشیم که زمان امام داشتیم، الان هم داریم. الان به صراحت بگم، الان اگه به من بگن رهبر آینده چه کسی میتواند باشد، من خودم یکیشو نتونم بگم، این خوب نیست. و من از همینجا از مجلس خبرگان رهبری درخواست دارم که شاید همین قانون اساسی فعلی خودمون جا داشته باشه که این الگو رو رعایت کنن و اجرا کنن. خب با بند 2 رو هم گفتیم آقای اندرمیان، بقیه‌اش رو که حالا فکر می‌کنم در یک جلسه 1 ساعت دیگه ببره، خدا بخواد ما خاتمه میدیم با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.